بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر حضرت رسول و بر خاندان و یاران با وفایش و همسرانش مادران مؤمنان و سلام بر شما بینندگان عزیز. شاهد قسمت سوم از مناظره زنده هستید. در این قسمت بحث وهابیت و توسل و شفاعت رو مطرح خواهیم کرد. در این قسمت ابتداً 4 دقیقه اول شروع با بنده خواهد بود و پایان برنامه 2 دقیقه آخر 2 دقیقه بنده در اختیار خواهم داشت و 2 دقیقه دکتر مهدی خزعلی پایان بخش با دکتر مهدی خزعلی خواهند بود. در 4 دقیقه اول مروری خواهیم داشت بر 2 قسمت گذشته و به عنوان جمع‌بندی بر 2 قسمت گذشته ارائه خواهیم داد و در واقع 4 دقیقه اول بنده مروری بر قسمت گذشته و همچنین 4 دقیقه بعد دکتر خزعلی مروری خواهند داشت بر 2 قسمت گذشته و بعد از اون وارد موضوع این قسمت که توسل و وهابیت هست وارد خواهیم شد. لطفاً تقریباً 4 دقیقه بنده رو شروع کنید، تایمر رو شروع کنید تا مطالب رو ارائه بدم. بله، طبعا بنده کتب محمد بن عبدالوهاب که مشتمل بر 15 جلد هست از قسمت اول در اینجا حاضر کردم تا اینکه مطالبی که علیه محمد بن عبدالوهاب ارائه میشه مستند خدمت شما عزیزان ارائه بشه که تا این قسمت ملاحظه فرمودید هیچ کدوم از مطالبی که قیل و قال هایی که علیه محمد بن عبدالوهاب به عنوان مؤسس فکر وهابیت به تعبیر آقایونی که خدایت الله خامنه ای که بارها ارائه دادیم در نهضت مردم مسلمان هندوستان میگه که این وهابیت، اصطلاح وهابیت توسط انگلیسی ها ساخته شد برای اینکه با این اصطلاح بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند. ملاحظه فرمودید که از این قیل قال هایی که علیه محمد بن عبدالوهاب ارائه میشه و از تکفیر مسلمانان و از قیل قال های متعددی که به عنوان رأس فتنه در دنیای معاصر معرفی میشه، از کتب 15 جلد محمد بن عبدالوهاب هیچ چیزی ارائه نشد. استناد دکتر خزعلی به قیل قال های مخالفین محمد بن عبدالوهاب علیه محمد بن عبدالوهاب بود و به یقین قیل قال های مخالف مدرک معتبر به حساب نمیاد، همان گونه که این قیل قال ها از زمان در واقع خلقت آدم بوده تا به امروز. به حضرت رسول گفتن حضرت رسول ساحر هست، شاعر هست، دیوانه هست. به زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت ناسزا زدن، به حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، علی تهمت های ناسزا زدن، تهمت های ناروا زدن. این تهمت ها هیچ کدوم اعتبار نداشت و نمیتونه به عنوان یک مدرک معتبر باشه، چون مخالفین علیه حضرت رسول مثلا گفتن ساحر و شاعر و دیوانه، پس لابد این اعترافات و این قیل قال ها معتبر هست. به طور مفصل در این باره مطالب ارائه دادیم. گفتیم که حتی خود شخص آیت الله خمینی مخالفین ایشون در حوزه علمیه فیضیه قم وقتی پسر ایشان مصطفی آب از کوزه می نوشید، مخالفین فکریشون که روحانیون بودن، آیات اعظام بودن، می آمدن و این کوزه را می شستن، می گفتن چون پسر شخص کافر، اعتقاد داشتن که آیت الله خمینی کافره و می گفتن چون پسر کافر و الولد یتبع الوالد، فرزند تابع پدر هست، حکم کفر بر فرزند صادر کردن به جرم گناه پدر و اون کوزه را می شستن. آیا این قیل قال ها و این اعترافات و این اقوال علیه آیت الله خمینی اعتبار داشت؟ قطعا اعتبار نداشت. و ارائه دادیم به این که قیل قال های تکفیر مخالف اخباری ها علیه اصولی ها و اصولی ها علیه اخباری ها و دیگر علمای شیعه که در طول قرون علیه هم دیگر صحبت میکردن، آیا این قیل قال ها اعتبار داشت؟ طبعا اعتبار نداشت و به خصوص به وضعیت کنونی جامعه ایران اشاره کردیم و وضعیت دادستانی ایران که اتهام های ناروا ارائه میشه به مخالفین و مرگ بر ضد ولایت فقیه. هر کسی که ولایت فقیه نپذیرفت مرگ بر ضد اون و آیات اعظام هم بعضی از آیات اعظام این رو تایید میکنن. آیا این دلیل بر صحت است؟ خب قطعا که نیست. موضوع این قسمت اول بود که
در قسمت اول هیچ موردی معتبر اشاره شد به همفر که گفته میشه همفر آمده است و ثابت کرده که محمد بن عبدالوهاب بوده. گفتیم که همفر شخصی بود که خود در همین رساله همفر می نویسه که مرتکب همجنس بازی، شخص همجنس باز بوده و گفتیم که آیا شایسته است امروز دین را از یک همجنس باز گرفته بشه؟ اضافه بر اون آقای حسن فرحان المالکی یکی از شیعیان مطرح میاد و میگه که تصویر رو تفرام ما بدین، تصویر لپتاپ، میگه که در واقع این مذکرات در این ملاحظه میفرمایید که این مذکرات همفر به هیچ عنوان صحت نداره و بعضی از شیعیان معتدل به من خبر دادن که یکی از مراجع شیعه آمده است و این رساله همفر را نوشته. کسانی که رساله همفر را مطالعه کنند به وضوح میبینند که هر کسی که در این رساله همفر نامش عمر و خالد و مروان اینها هست انسان‌های شروری هستند و هر کسی نام‌های دیگری دارن انسان‌های خوش اخلاق هستند. به وضوح مشخص میشه که همفر یک رساله کاملا جعلی است. بعد از اون بحث تکفیری که در مورد محمد عبدالوهاب قسمت دوم مناظره بود که ارائه شد، زیارت قبور اشاعره هیچ صحتی نداشت و مدارکی از کتب ایشون ارائه نشد. 4 دقیقه من تموم شد. دکتر خزعلی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم یه بزرگی که من در جناب آقای حاشمی به دست آوردیم این است که می‌توانیم بنشینیم سخن بگوییم با حفظ دوستی‌ها. امیدوارم این تسری پیدا کنه به همه مناظرات و گفتگوهای بین عقاید مختلف در حوزه دین. اما جلسه اول بحث ظهور وهابیت بود که نظر این بود که وهابیت رو همونطور که فرمودید انگلیسی ها این واژه رو و این اصطلاح رو درست کردن. خب ما از مفتی اعظم سابق بن باز و از مفتی اعظم فعلی آل شیخ مستند آوردیم که وهابیت پیروان محمد بن عبدالوهاب هستند، افتخار می‌کردند و اینکه این رو خداوند تکریم کردن با این شناخته شدن. و بعد در رد اندیشه وهابیت که وهابیت یعنی پیروان محمد بن عبدالوهاب و سلف او ابن تیمیه مورد قبول علمای اهل سنت، کسانی که شیخ الاسلام هستند، شیخ الحدیث هستند و یا تعبیر امام برای اونها شده در بین اهل سنت، مفصل مطالبی آوردیم که در رد ابن تیمیه پدر این تفکر و بعد هم مؤسس وهابیت محمد بن عبدالوهاب تا حد تکفیر او پیش رفته بودند. همه علمای مذاهب اربعه اهل سنت، البته خب مذهب جعفری که تکلیفش مشخص است امامیه. و بعد رسیدیم به این که در فرمودید در کتاب‌های محمد بن عبدالوهاب آیا تعبیری برای تکفیر دیگران و سایر مذاهب هست یا نه، که خب از کتاب التوحید که اصلش هست مختصرم هست و هر حال ایشون 10-20 روایت و آیه رو استناد کرده برای اساس توحیدی که بنیان گذاشته و علمای توحید شناخته شدن، علمای نجد، و بر این آیات و روایات استناد کرده و مسائلش رو و فروعش رو استنباطات و فتاویشون ذیل این آیات و روایات که کتاب التوحید هست. نگوییم اینجا نقل روایت هست، نخیر. وقتی که او از تکفیر آدم و حوا شروع کرد و در واقع اونها نسبت شرک در طاعت میدهد، من فکر میکنم که قبول روایت سست و ضعیف رو کرده، علی‌رغم اینکه همه علمای اهل سنت میگویند روایت ضعیفه، ایشون به اون استناد کرده. میخواد یک کتاب توحید بنویسه، مبانی توحیدیش یکی شرک آدم و حواست، بعد میآید به اجداد و پدر پیامبر و عموی پیامبر اینها رو مشرک می‌داند، در حالی که بسیاری از علما و بزرگان اهل سنت اونها رو اهل نجات و حنیف می‌دونن، نه مشرک. بعد میآید به اینکه زیارت قبر پیامبر و اساساً یکی از جاهایی که ما الان در بحث امشبمون هست توسل و زیارت به قبور است یا زیارت قبر پیامبر رو میگوید نهی کرده از پیامبر. حالا شما افسودید علاوه چه خاص، این رو هم من بگم، من کتاب رو دانلود کرده بودم، این تعبیری که فرمودید که ممکن است علمای شیعه مثلا به نظر من در سایت ها نرسیده باشه، نه، من خودم دانلود کردم، علاوه چه خاص رو دیدم. اتفاقا دعوای من سر همین علاوه چه خاص بود که بر کدام بچه خاص است که محمد بن عبدالوهاب نهی می‌کند زیارت قبر پیامبر رو. در ادامه همون صفحه میگوید که افضل الاعمال زیارت قبر پیامبر است. اگر افضل الاعمال است چرا نهی شده است؟ و اگر شما میگویید افضل الاعمال است آنچه در عمل می‌بینیم، شرطه‌های سعودی در عربستان پشت به قبر می‌کنند، به این ذات مقدس اساءت ادب می‌کنند و اجازه یک سلام دادن به مسلمین نمیدن.
میاد در مقابل قبر پیامبر اجازه نداد یک سلام بده یا رسول الله ما زائریم آمده ایم از لحاظ دین میخواهیم سلام کنیم به پیامبر ما، این رو هم اجازه نمیدهند و مطالب رو مفصل عرض کردم. متشکرم دکتر. 4 دقیقه حضرت عالی تمام شد. بر صورت از اونجایی که مطالبی مطرح شد بنده پاسخ مطالب رو ارائه بدم لطفاً. بله، بحث این که ادعای مفتی اعظم و ابن باز که گفتن پیروان محمد عبدالوهاب وهابی گفته میشه، ایشون من باب این که این شایعه و این مطالب در جهان رایجه، بی این که هر کسی از محمد عبدالوهاب و این هر کسی این روش رو در پیش بگیره وهابی میگن ارائه داده، نه این که بگه که این گروه هست از اونجایی که به هیچ عنوان کتاب و مبانی اعتقادی وهابی ها ما نمیبینیم که تعریف کرده باشن و بنویسن مبانی وهابیت ارائه بدن. بحث کتاب توحید فرمودید که مسائل و فروعش نقل روایت هست. نقل روایات ما گفتیم که نقل روایت قبل از اون اهل سنت آوردن، ابن ابی حاتم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینها از کتب اهل سنت هستن و حضرت علی معترف هستید به این که کتب اهل سنت هست. تکفیر آدم و حوا به هیچ عنوان آدم و حوا رو تکفیر نکرده، بلکه آدم و حوا رو مرتکب گناه دونست که مرتکب گناه شدن و این آیه قرآن خداوند میفرماد و عصى آدم ربه فغوا، حضرت آدم عصیان کرد و گمراه شد. فغوا آیه قرآن صریح شفاف واضح است و پدر و عموی پیامبر که کافر شدن خب دلیلی بر اسلامشون نیست. ما نمیتونیم به صرف این که پدر پیامبره، برادر پیامبره، حضرت ابراهیم پدرش آذر کافر بود، حضرت نوح فرزندش کنعان کافر بود، جعفر کذاب، البته ما کذاب نمیدانیم و خود شیعه جعفر رو کذاب میدونه، فرزند حضرت زهرا رو کذاب میدانند و فرزند حضرت زهراست. به هر صورت پدر و پسر نمیتونه دلیل بر اسلام و ایمان باشه. اسلام و ایمان دلیل میخواد. دلیل اینه که من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، پس من مسلمانم. کجاست که ابو طالب و عبدالمطلب که قبل از رسالت رسول الله صلی الله علیه و اسلام داشتن یا پیرو حضرت ابراهیم بودن؟ مدرک و دلیل میخواد. زیارت قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی وجه الخصوص، در آن وقت زیارت قبر پیامبر رایج بود و وجه مخصوصی که اون زمان بود که مشخص بود طواف و دست کشیدن اینها بود. افضل الاعمال، بله زیارت قبور افضل الاعمال، اما اینکه شرطه های عربستان این کارها رو انجام میدن، خب طبعا چه کار بایستی کرد و کاش که این شرطه ها به هر صورت یک دوره اخلاق بعضی از این شرطه ها و پلیس ها در همه کشور سرزمین کشورهای اسلامی گذرانده میشد. اما بحثی که در واقع بحث توسل هست ما امروز بهش میپردازیم. بحث توسل در واقع مشرکین مکه برای قربت به الله می آمدند و لات و منات و عزا را که بندگان صالحی می دانستند دست به دامن اینها می شدند و می گفتند که در آیه 18 سوره یونس اگر تا تفسیر رو به ما بدین ممنون میشم، می گفتند و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفاعنا عند الله، آیه 18 سوره یونس، که میگویند ما لات و منات و عزا را عبادت نمی کنیم، یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنند غیر الله چیزهایی که نه ضرر میرساند و نه نفع. و ادعایشان چیست؟ ادعایشان این است که اینها وسیله ها و شفیعان اونها نزد الله هستند. خب مشرکین مکه به خدا اعتقاد داشتند و خدا را قبول داشتند. در آیه 3 سوره زمر دقیقاً مشرکین مکه میگویند که ما والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اونها را عبادت نمیکنیم مگر اینکه ما را به الله نزدیک کنند. ما نعبدهم الا لیقربونا، ما عبادت نمی کنیم مگر این که ما را به الله نزدیک کنند. و در احادیث متعددی ما داریم که مشرکین مکه، ببینید، لات کان رجلا یلت سویق للحاج، لات بوتی بود که قبل از اون یک انسان صالح بود. ببینید افرایتم اللات والعزى، لات انسان صالحی بود، تعبیر امروزی ما خلیفه زاده، سید زاده، امام زاده، این تعابیری که امروز بود اون روز هم میگفتن که این لات انسان صالحیه. از دنیا که رفت برای این لات یک نمادی درست کردن که متوسل میشدن و مثلا باران میخواستن به لات میومدن، فرزند میخواستن به منات میرفتن، حاجت میخواستن به در واقع عزا میرفتن و به همین صورت حاجات خود را میخواستن. این توسل رایج بود که حضرت رسول با آن مبارزه کرد. بفرمایید دکتر خزعلی. دکتر خزعلی. دکتر خزعلی. دکتر مهدی خزعلی. الو. بفرمایید، صداتون تا حالا نداشتیم. حوا عصیان کردن، نافرمانی کردن، از شجره ممنوعه خوردن، سیب بود، گندم بود، انگور، فرقی نمی‌کند.
آیا اگر امروز شما شراب بنوشید گناه کرده اید، معصیت خدا رو کرده اید، آیا مشرک میشوید؟ معصیت دقیقاً فرهنگ با شما یکی. آدم و حوا معصیت کردن و از بهشت رانده شدن، اما مشرک نشدن. در صورت توحید آمده شرک طاعت، دقیقاً تعبیر او. و در اون صفحه‌ای که من نشون دادم که الان دوست دارم اگر محبت صفحات کتاب توحید رو نشون بدید، در تمام اون صفحات استنباط محمد بن عبدالوهاب است. در واقع میخواهد شرک رو در مقابل توحید خالصی که میخواهد بیان کند، تمام اینها رو شرک میدونه. یکیش هم همون توسل است، یکی زیارت است، یکی شفاعت است. بله، مشرکین میگویند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا انما نعبدهم تقربا و زلفا الی الله، یا میفرمان هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بله ما میدونیم مشرکین قطعا اونقدر احمق نیستن. من میخوام بگم در همین امروز هیچ کسی احمق نیست که گاو و سنگ و چوب رو بپرسته. اونها نمادی است برای رسیدن به خدا، اما آیا خدا اون نماد رو تعیین کرده؟ نخیر. ما میاییم حجرالاسود رو استلام میکنیم چون رسول الله کرد و تبرک میجوییم و به کعبه، به سمت کعبه سجده میکنیم. ما سنگ نمیپرستیم، ما سجده میکنیم به سمت و سوی کعبه برای اینکه خدا را بپرستیم. مشرکین هم برای اینو میگفتن، اما اون سنگ و ستاره و خورشید و گاو و بت رو خدا تعیین نکرده بود، کعبه رو خدا مقرر کرده. اگر امر خداست عیبی ندارد در محضر آدم فرشتگان به سجده بیفتند، اونجا عبادت خدا است، اطاعت خداست. اگر امر خداست مانعی ندارد پدر و مادر و برادران یوسف در اونجا سجده کنند و تکریم کنند امیر رو و عزیز مصر رو که یوسف باشه برادرشون. اونجا امر الهی است. اما در غیر امر الهی ما دستبوسی، پابوسی، سجده، حتی رکوع، خم شدن به حد رکوع رو جایز نمیدونیم، شرک میدونیم. این تعبیر اسلام، من نمیخوام، من تعبیر مذاهب رو قبول ندارم. ما یک دین داریم، دینی که پیامبر آورد و طبیعتاً اهل بیت اون رو حفظش کردن. امام جعفر صادق برای ما مذهبی نیاورد، اون جز قول پیامبر چیزی نیاورد. و من فکر میکنم مذاهب دیگر هم اگر چیزی جز فرمایش پیامبر و دین اسلام بیاورند قطعاً باطلن و قطعاً هم معتقدم که ائمه اربعه اهل سنت مذهب جدیدی نیاوردن. اونها هم میخوان دعوت به خدا بکنن و دعوت پیامبری که آمده است بلا غیر. بس میخوام بگم همه مسلمین این باورن بوده باشد. اما غیر از اینی که شما فرمودید، من میخوام پیامبری که داره اظهار ادب میشه، شما میگید شرطه ها میکنن ولی نمیتونن زیارت کنید، میگوین آقا مرد. آیا شما معتقدید پیامبر مرده است؟ معتقدید پیامبر حرف ما رو نمیشنوه؟ آیا معتقدید پیامبر بعد از این که نفس آخر رو کشید و توفا شد و ملک موت روح رو توفا کرد دیگر مؤثر نیست در خلقت، کاری نمیتونه بکنه؟ این پیامبری که حضرت حق تعالی میفرماید حریص علیه ما عنتم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، که بر ما حریص‌تر از خودمونه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از نفس ما اولاست، ما دلسوز ماست، دنبال خیر و صلاح ماست، دنبال هدایت ماست. اون الان خوابیده و دیگه کاری به کار ما نداره و نمیتونه ازش کاری بر نمیاد. این خداوند انبیا و اولیا رو آورده و شهدا و صدیقین، ابرار، مقربون، همه اینها وقتی که مردن دیگه متشکرم دکتر. وقتتون به پایان رسید دکتر. من ابتداء فراموش کردم قسمت اول ابتدای برنامه بایستی این رو ببینندگان عزیز ارائه می‌کردم و اون هم بحث ناراحتی قلبی بود که دکتر مهدی خزعلی داشتن، اما با این وضعیت حاضر نشدن به بیمارستان تشریف برن و ترجیح دادن در این برنامه شرکت کنن و من تشکر میکنم از دکتر مهدی خزعلی و از بینندگان عزیز آرزوی دعای خیر برای سلامتی ایشون دارم. خب دکتر خزعلی، حضرت عالی بحث کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب فرمودید که تهمت شرک در عبادت و شرک در طاعت به آدم و حوا زده. من این باب توحید کتاب باب 49 فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهما فتعالى الله عما یشرکون
مطالب رو آیه قرآن هست در واقع. بعد میاد قول ابن حزم را ذکر میکنه به این که تحریم اسم هر چیزی که غیر الله نامگذاری بشه و اسم غیر الله در واقع ذکر میشه و میگه که شایسته نیست. بعد از اون میاد و در مورد ابلیس و این صحبت میکنه و اشاره به این نیست که آدم و حوا شرک ورزیدن و روایت این در واقع روایت ضعیف هست، روایت حسن از سمره است و این روایت معتبر نیست. بعد از اون مسائلی که ذکر میکنه هیچ اشاره‌ای به این نکرده که حضرت آدم و حوا کافر یا والعیاذ بالله مشرک شده باشند. بله شاید مفهوم این جملات شما اون برداشت شما باشه که مثلا نسبت مشرک بودن از اونها برداشت کنید، اما به هیچ عنوان نسبت مشرک بودن نیست. بله احتمال داره انسان یک عمل شرکی انجام بده، شرک در طاعت، شرک در عبادت، یک عمل شرکی انجام بده، اما خود انسان آیا مشرک میشه که مبحثی است کاملا جداگانه. اما این که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مورد این آیه قرآن میفرماید که انک میت و انهم میتون، انک میت. بعد در سوره دیگر میفرماید ما کان محمد، در سوره آل عمران است که میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات میت، مگر اینکه بگیم مات به معنای زنده است که در هیچ جای ادبیات عرب مات به معنای زندگی زنده تفسیر نشده. این که حضرت رسول صدای ما را میشنود. قرآن برخلاف این میگه. قرآن میفرماید که ای محمد و ما انت بمسمع من فی القبور، ای محمد تو نمیتونی صدای خود را به اونهایی که در قبر خفتن برسونید. جالب اینجاست خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در نهج البلاغه در مورد اهل قبور میفرماید که اهل قبور خفتگانی هستند که از انسانها اطلاع ندارند، فهم جیرة لا یجیبون داعیا. این رو در نهج البلاغه میخونیم که حضرت علی میفرماد اینها صدای اموات و کسانی که در قبور خفته‌اند صدای انسانها رو نمیشن. تفسیر اتاق فرمان ما بدین، میبینید در نهج البلاغه تصویر اتاق فرمان لطف کنید، تصویر رو به ما بدین اتاق فرمان در نهج البلاغه خطبه 111. من تمنا میکنم حتما این رو ارائه بدید، ملاحظه بفرمایید دکتر. ببینید شروع میکنه که بحث ومن التراب اکفان ومن الرفات جیران فهم جیرة لا یجیبون داعیا. آنها به جاهایی پناه بردن که به هیچ چیزی در واقع جوابگو نیست، هیچ جوابگوی، هیچ صدا زننده نیستند. ولا یمنعون ضیما یا ضیما ولا یبالون مندبه ان جیدوا لم یفرحوا و ان قحطوا لم یقنطوا. ذکر میکنه که اصلا اینها خبر ندارن از دنیای ما، در واقع دنیای ما انسان ها. بحث این که سوالی که مطرح میشه برای من پیش میاد، من به عنوان پیرو حضرت علی، به الله قسم حضرت علی الگوی منه، حضرت علی پیشوای منه، حضرت علی امام منه، نه امام من عند الله، امام دینی دانشمندی است که من به اون دانشمند اعتبارش میدم. چرا حضرت علی به حضرت رسول متوسل نشد؟ چرا خود حضرت رسول به حضرت ابراهیم متوسل نشد؟ چرا حضرت زهرا به حضرت رسول متوسل نشد؟ چرا حضرات حسن، حسین، علی اینها این کارها رو انجام ندادن؟ برعکسش خود حضرت علی در نهج البلاغه میفرماد که ان افضل ما یتوسل به المتوسلون، که ذکر میکنه انواع توسل که من ان شاء الله در فرصت بعدی ارائه خواهم داد. یا خود زین العابدین رحمت الله علیه میفرماید که ولا وسیله لنا الیک الا انت، ما هیچ وسیله‌ای به سوی تو نداریم جز خودت. بفرمایید دکتر، وقت من به پایان رسید. عرض کنم این که فرمودین افعین ما تعاقتل بحث جنگ احد است که وقتی که مصعب بر زمین افتاد و شهید شد فریاد بلند شد که محمد شهید شد، محمد داشتن متفرق میشن. آیه نازل شد که محمد رسول الله آخر افعین ما تعاقتل این قلبتون علی اعقابکم، برمیگردیم به گذشته خودتون. بحث اینه که اون جاودانه نیست، نهایتا یک روز از میان شما میرود، اما میرود موت چه معنا؟ الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم مرده خوابند، مردن و میمیرن بیدار میشن. پیامبر بعد از مرگ قطعا وقتی جسد و این خود خاکی رو کنار گذاشت از این قفس آزاد شد، تازه هوشیارتر، بیناتر و احاطه او بیشتر است. نه پیامبر، من حتی مشرکین بعد از مرگ تازه پرده ها میافتد، اون موقع است که قطاع میافتد، تازه هوشیار میشن، میبینن چه کردن، اعمال خودشون رو میبینن، دنیا رو میبینن. حتی مشرکین، پیامبر که در جایگاه اعلی علیین است
من میخوام بگم حتی مشرک، ولی اون آیه‌ای که شما فرمودید در مقابلش بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. فکر نکنید که اینا که شهید شده خب مردن دیگه، خودشون هم رفته دیگه، رگشون هم زده شده، سرشون از بدنشون جدا شده. اینها اموات نیستن، اینها زنده نزد خداوند رزق میخورن، روزی میخورن. خب پس اینها دارن رزق میخورن کجا؟ پیش خدا. خدا کجاست؟ میفرماید نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من نزدیکتر از رگ گردنم. این شهیدی که قبلا من رو نمیدید، پشت دیوار اگه بود نمیدید، حالا نزد خداست. خدا در از رگ گردن به من نزدیکتر. انی فی قلوب منکسره، من در دلهای شکستم. حالا اون شهید اگه نزد خداست به من نزدیکتره. یعنی برادر شهید من امروز میبینه من دارم با شما چه میکنم و سخن میگویم، یا پدر من اگر قبلا نمیدید باید خبر میبردم برای او که یک مناظره فلانی داشته است با شبکه کلمه. امروز من معتقدم پدر من اینجا دارد شاهد این مناظره است که فوت کرده است. فرق میکنه. من هم وقتی ببینم تازه میفهمم چه خبره و عقبا چه خبره، تازه پرده ها میفته و ما میفهمیم. اما میگی توسل نمیجستن، نه خیر. خلیفه دوم میفرماید ما متوسل میشویم از کتب اهل سنت، از کتب بزرگان شماست که امام مینامید. به خلیفه دوم میفرماید ما به پیامبر متوسل میشویم در مشکلاتمون. و بعد میبینیم که در زمان خلیفه اول این توسل هست، در زمان خلیفه دوم باز دوباره این توسل است که به قبر پیامبر متوسل میشود و نتیجه میگیرد. بلال بن حارث صحابه است و نتیجه میگیره، خبر رو میاره به خلیفه دوم، میگه و اون شاد میشه، شادی میکنه که بلال بن حارث متوسل به قبر نبی شده است و حاجت گرفته است و حاجت میگیره. در زمان خلیفه سوم باز دوباره یک اصحاب میخواست بیاد خلیفه رو ببینه، نمیتونست، فرصت نداشت خلیفه اون رو ببینه، نمیپذیرفت تا اینکه عثمان ابن حنیف رو دید، عثمان ابن حنیف رو دید، بعد رفت من نمیتونم خلیفه رو ببینم. عثمان گفت بیا بریم، بردش بالای قبر پیامبر، گفت متوسل شو با این ذکر که من توجه میکنم به تو برای حاجتم. موفق شد که خلیفه سوم رو ببینه و خدمتش برسه و این حاجت رو گرفت. باز این ثبت شده در کتب اهل سنت که واسطه این توسل به قبر پیامبر برای قضای حاجت، در واقع اونی که بهش یاد داد متوسل بشن به قبر پیامبر برای اینکه حاجت ادا بشه و این هم واسطه صحابه عثمان بن حنیف. در موارد دیگر هم همینطور. وقتتون دکتر به پایان رسید. متشکرم. دکتر شما یک پزشک هستید و از جانب از در واقع لحاظ عقلی و پزشکی به راحتی میدانید وقتی یک انسان روح از بدن خارج شد، این بدن پوسیده شد، دیگر سیستم شنوایی از بین میره و این حتی خداوند در قرآن این از نظر عقل و منطق هست که هیچ انسان عاقلی نمیپذیره که یک موجود کاملا پوسیده زنده باشه و در واقع سیستم های او کار بکنه. خداوند در قرآن در آیه 22 سوره فاطر آیات متعددی هست، میفرماید که من ترجمه آقای ناصر مکارم شیرازی هم ارائه میدم. میبینید آقای ناصر مکارم شیرازی در ترجمه این آیه آورده است و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند، خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمیتوانی. ببین به صراحت لفظ دقت بفرمایید، و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته‌اند برسانید. ای محمد تو نمیتونی صدای خود رو به اونهایی که در گور خفتن برسونید. اما ما میگیم نه خیر، اینجا این آیه اشتباه کرد، این آیه صحت نداره، چون امروز زندگان و کسانی که در گور خفتن صدای ما را میشنون. پس نه با عقل جور در میاد دکتر و نه با نقل جور در میاد، نه آیه قرآن قبول میکنه و نه عقل منطق قبول بکنه که انسانی که پوسیدش از بین رفت اون در واقع بشنوه. اضافه بر اون اگر این شهید زنده است، پس زن این شهید نمیتونه شوهر دیگری بگیره چون شوهرش زنده است و این دو شوهر در واقع در
کفالت یک زن نمیتونه در کفالت دو شوهر باشه، اموالش تقسیم میشه به عنوان میراث. خب اگر زنده باشه نمیشه اموالش تقسیم. و این همون تعبیری است که حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به کار میبره زمانی که بهش میگن که بعضی از شیعیان و در همون زمان گویا وجود داشته، میگه پس چگونه که ما زنان ما را بعد از شهادت ما ازدواج میکنند و اموال ما تقسیم میشه به عنوان میراث. بحث این که فرمودید که بحث خلیفه دوم، بله خلیفه دوم چه زیبا و دقیقاً این حدیث خلیفه دوم کلا آب پاک میریزه بر توسل به قبور و اولیاء و صالحین و انبیا. چرا؟ خلیفه دوم در این روایت رو تا فرمان ما نشون میده، در صحیح بخاری آمده است که خلیفه دوم فرمود، تصویر کامل بدید لطفاً، انا كنا نتوسل بنبینا فتسقنا. میگه ما زمانی که پیامبر در واقع در گذشته، کنا به فعل ماضی گذشته است، متوسل میشدیم به پیامبر ما و به ما آب میدادی، باران میدادی، و الان ما به عموی پیامبر ما عباس متوسل میشیم پس به ما باران بده. یعنی قبر پیامبر خدا نزدیک میگه حضرت عمر نبود، مگر حضرت عمر نمیدانست که الان باز هم هنوز پیامبر زنده است، هنوز صداش میشنوه، هنوز هم میشه بهش توسل کرد؟ یا نه نمیدونست؟ اگر میدونست که پس چرا رفت سراغ عباس؟ سراغ قبر پیامبر کنارش هست، صداش هم میشنوه، دعاش هم توسل هم بهش میشه کرد. و اگر نمیدونست همون چیزی که ما میگیم اصلا قبول نداشت به عنوان این توسل. پس این حدیث خود حدیث خلیفه دوم دقیقاً نفی میکنه و بزرگترین دلیل هست بر این که توسل به قبر و اولیاء و صالحین و پیامبران جایز نیست، زیرا اگر این بود میرفت و سراغ قبر پیامبر خدا و میگفت الان بریم سراغ قبر پیامبر خدا بهش متوسل بشیم. این از این باره که فرمودید. بحث خلیفه سوم عثمان بن حنیف، دکتر این روایت از نظر سندی معتبر نیست و خودتان میدانید روایت فاقد اعتبار وجوده و عدمه سوا، اعتباری ندارد. بحث فرمودید الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، بحث میت ماتوا انتبهوا، اگر مردن بیدار میشوند. میت انک میتون، ای محمد تو مرده میشی، تو از میمیری. تعبیر میت واضح هست، در هیچ جایی در هیچ ادبیات عربی در هیچ جایی کسی نگفته که میت یعنی زنده بودن. و به همین دلیل در واقع بحث توسل مشروع ما داریم. توسل به دعای فرد صالح اشکال نداره، توسل به اسماء خداوند، توسل به صفات خداوند، توسل به دعای فرد صالح، توسل به عمل صالح خود شخص، این اشکال نداره و جایزه. بفرمایید دکتر. صدای دکتر صداتون رو نداریم. دکتر ما صدای شما رو واضح، بله بفرمایید الان واضح. که خلق مبحث شد آیه‌ای که میگه اینها مردگان نمیشنوند و تو نمیتوانی صدا رو مردگان برسونی، بحث مردگان زنده است. یعنی منی که دلم مرده است، منی که نمیخواهم بشنوم، هر چه کنی اینها بیدار نمیشن، هوشیار نمیشن. بحث فقط مردگان، در واقع تعبیری است که میخواهد دلهای مرده رو بگه. اون صم بکم عمی فهم لا یعقلون است. اینها کورن، کرن، دلهاشون لا یفقهون است، این دلها مرده است. بحث اینهاست. و این رو بخواهیم به مردگان در قبر بگوییم، باید رفت در جنگ بدر و بالای چاه‌های بدر که وقتی که اجساد رو درون چاه‌ها ریختن، پیامبر بالای چاه ایستاد با اونها صحبت کرد. خلیفه دوم عمر اومد گفت مگه اینها میشنوند؟ فرمودن از من و تو بهتر میشنوند، اینها الان میشنوند. دقیقاً این روایتی است که باز در کتب اهل سنت ابن تیمیه میگوید مرده ها میشنوند، یا میبینیم که ملا محمد آقای سربازی میگوید اینها صدای نعلین مشایعت کنندگان رو میشنوند. و در اونجایی که شما استناد میکنید که عمر میگوید ما متوسل میشدیم به پیامبر برای باران. اولا اینجا توسل رو بپذیریم، حداقل برای زنده ها به پیامبر متوسل میشدن، در صورتی که وهابیت میگوید هر گونه توسلی به هر کسی زنده و مرده ندارد، شرک است، فقط خدا. پس متوسل میشدن به پیامبر. و الان میرویم سراغ عباس. اگه میرویم سراغ ابن عباس برای اینکه میخواد نماز استسقا بخونه، امام جماعت میخواهد، نمیتونست به قبر پیامبر که اقتدا کنه نماز بخونه. چون امام جماعت میخواست، گفت میرویم سراغ ابن عباس. در اون موقع ما میرفتیم سراغ پیامبر و او برای ما نماز بخونه. توسل این است. اونجایی هم که دعا میکنیم، من میخوام بالاتر بگم، من میخوام بگم که دعای مؤمن در حق مؤمن، پیامبر میگه با زبانی که گناه نکرده اید شما هم دعا کنید. میگن چگونه؟ میگه برای هم دیگه دعا کنید. من با زبان شما گناه نکردم، شما با زبان من میخوام بگم که از امشب آقای هاشمی، من برای شما
ببینید نماز شب نماز وتر اوجشه و در اوج اون دعای دست و در اوج اون دعای برای 40 مؤمن و طلب مغفرت برای همدیگه. حالا سوای از تلاش روانشناسی زیبایی که جامعه رو اصلاح میکنه، من میخوام بگم این دعا برای همدیگه، طلب مغفرت برای همدیگه، این همون توسل. من متوسل حتی به شما میشم از امشب برای من دعا کنید. دعای شما در حق من مجاب است و دعای من انشاءالله در حق شما. و من در لیستم حقیر هاشمی رو می‌نویسم و شما هم این حقیر رو در لیست دعاتون می‌نویسید. واقعا حتی مؤمنین در حق مستجابه. ما باید برای همدیگه دعا کنیم. چطور می‌خوایم این رو حذف کنیم و چقدر زیباست اسلام که این توصیه هم طلب مغفرت کردن در قرآن هم بارها داریم که پیامبر برای دیگران مغفرت می‌کنه و شرط پذیرش رو میگه اگر نزد پیامبر و طلب از من خدا و پیامبر برای شما طلب استغفار کند و وقت می‌بینید خدا برای شما رو می‌بخشه. آیه 64 سوره نساء و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو ان ظلموا انفسهم جاءوک اومدن پیش تو فاستغفر الله، طلب مغفرت از خدا کردن و استغفر لهم الرسول، رسول برای ها طلب استغفار کرد. مگه خودشون مستقیم با خدا نمیتونه حرف بزنن؟ چرا میرن سراغ پیامبر؟ چرا پیامبر باید برای اینها طلب مغفرت کنه؟ این همون وسیله است، این همون توسل است، این همون شفاعت است که ما بهش معتقدیم و بزرگان شما مثل شیخ الاسلام مولانا محمد سربازی که به هر حال می‌بینیم که کسی مثل مولوی عبدالحمید. دکتر مهدی وقت شما تمام شد. من به یقین در حق شما دعا می کنم دکتر مهدی خزعلی و در حق تمامی ملت عزیز و همه فارسی زبانان و همه بینندگان عزیز و این دعا توسل مشهور دکتر مطلبی رو ارائه فرمودید و من نمیدونم میخوام یک تحدی قرن بکنم. حالا مشکلی که ما درهم و دیناری نداریم که این تحدی رو بکنیم، اما بینندگان عزیز من این تحدی رو میکنم. این آخرین حضور من در جلوی دوربین خواهد بود اگر دکتر مهدی خزعلی این را مستند به من ثابت کرد. بگذارید به الله قسم من تا ثابت شد بلافاصله در وسط مناظره هم که شده از روی این صندلی بلند خواهم شد و صندلی را رها خواهم کرد به نشانه در واقع تسلیم در مقابل مطالبی که دکتر خزعلی فرمودن. و اونم این که دکتر فرمودن وهابیت میگوید، فرض بر این میگذاریم که وهابیت وجود داره، یعنی پیروان محمد عبدالله، میگوید هر توسلی شرک است. من دکتر خزعلی درهم و دیناری ندارم که تقدیم کنم، البته اون 100 میلیون تومانی که گفتیم و 300 میلیون تومان سر جاش هست، اما از اکنون بعد اگر شما این مدرک 15 کتاب محمد عبدالله من اینجا توی استودیو آوردم این مطلب را شما ثابت کنید به الله قسم بینندگان عزیز من وسط مناظره بلند خواهم شد صندلی و صندلی رها خواهم کرد که وهابیت بگوید هر توسلی شرک است. اما دکتر خزعلی اگر نتونستید ارائه بدید پس بدانید که افترا و دروغ‌های زیادی در متاسفانه در رسانه‌های ایران ما در مطبوعات و نشریات علیه مخالفین فکری ارائه شده، چون روایت دارن اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فاکثروا من سبهم والوقیعة فیهم وباهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام یرفع الله لكم بذلك حسنات فی الاخره. در کتاب کافی کلینی است میگه اگر بعد از من بدعتگزاران در جای دیگر مخالفین رو دیدید به اونها فحش بدید، به اونها دروغ ببندید، به اونها بهتان بزنید، به اونها تا خداوند به برکت این فحش های بیشمار به شما اعلی علیین در بهشت عطا کن. در کتاب کافی کلینی و آیت الله خمینی در مکاسب المحرمه پیرو همین مطلب روایتی از کتاب کافی کلینی میاره کل الناس اولاد بقایا ما خلا شیعتنا، همه مردم حرامزاده هستن به جز شیعیان ما. من عذر میخوام از این تعبیر دکتر مهدی خزعلی، گل به جمال شما و من میدونم شما این روایت رو اصلا قبول ندارید و امثال اینها. به هر صورت از همین رو گذشته ما این مطلب رو میخوام بگم که افتراءات و اتهام ها و دروغ های زیادی بر مخالفین ارائه شده. به همین خاطر من این تحدی رو اعلام کردم هر وقتی این مستند ارائه شد من از سر برنامه بدون اینکه برنامه متوقف بشه من بیرون خواهم رفت و حضرت عالی تا آخر برنامه رو ادامه بدید و وقت بنده کلا به حضرت عالی تعلق خواهد گرفت. این یک.
بحث این که فرمود آیه 22 سوره فاطر، یعنی این که اموات میت قلبه، حضرت علی پس میفرماید که اهل قبور و کسانی که در واقع قبرستان ها هم جیرة لا یجیبون داعیا، کسانی هستن که نمی در واقع اجابت نمیتونن بگن داعی، و در روایات متعدد مطالب متعددی هستن که نمیشنون صدای در واقع زندگان. شمایی که میفرمایید میشنون بایستی دلیل بیارید. ما که دلیل آوردیم، شما فرمودید که منظور بر قلب مرده است. حالا که شما میفرمایید میشنون دلیل بیارید، نفرمایید چون زنده هستن پس میشنون. پس من میگم چون زنده هستن پس همسرشون طلاق نمیشه گرفت، چون زنده هستن پس لابد غذا میخورن، چون زنده هستن پس لابد اکسیژن هوا در واقع استشمام میکنن. به همین دلیل قیاس نفرمایید. کجا خداوند فرمودید اینها میشنون؟ بعد در مورد بدر فرمودید، در مورد بدر روایت به این صورت آمده است. تصویر اتاق فرمان به ما بدید. اولا یکی از معجزات پیامبر خدا گفته شده هست، ارائه شده اینجا، انهم الان یسمعون ما اقول. حضرت عایشه میفرماید که نه خیر، این ابهامی از عبدالله بن عمر است و در حقیقت حضرت رسول فرمود انهم الان یعلمون ان ما كنت اقول لهم حقا. و در باب روایات هر وقت که احتمالی وارد شد استدلال قطعی به آن صحیح نیست. بفرمایید دکتر. بار دیگر دکتر صدای شما را نداریم لطفا. بله بفرمایید. صدای دکتر من بله بفرمایید. خب در کشف شبهات محمد بن عبدالوهاب میگه که آنها که به پیامبران و ملائک و اولیا توسل میکنند، اینها رو شفیع خودشون قرار میدن یا به وسیله اونها میخواهند تقرب به خدا بجویند، اونشان حلال و اموال آنها مباح است. این در کشف شبهات صفحه 58 یک ملاحظه بفرمایید. و از اینها زیاده، حالا یک نمونه بود. اما این که شما میفرمایید هر روایتی ما بخونیم آیه هاشمی عزیز اگه بگیم ضعیف است، خب بعد باید بگیم همین روایاتی که الان من عرض کردم بحث عثمان بن حنیف توی کتاب مولوی حسین پور، مولوی عبدالحمید، مولوی محمد عمر سربازی، همه اینها اومده. چرا باید همه اینها رو ما بگیم ضعیف است؟ ببینید اما اگه محبت کنید فتاوی منبع العلوم رو شما بذارید، من فرستادم خدمتتون، اگر بذارید بینندگانم ببینن، خب توی این دقیقاً داره بیان میکنه همین روایت عثمان بن حنیف رو. و این از کتب معتبر و قوی است که یا بایستی تمام علمای بزرگی کل فارسی زبان ها پیرو اینها هستن بگن همه اینها فاسقن، دروغگوان، کذابن، و یا این دروغ ها رو در کتاب ها آوردن که نعوذ بالله چنین نیست. ما این بزرگواران رو دوستشون داریم و حداقل بنده به اینها ارادت دارم و این بزرگواران هم محبت دارن به بنده. فکر میکنم به این راحتی نگیم ضعیفه، چون وقتی که همچین بزرگواران میگن که کتابشون میارن، من میخوام که از کتب اهل سنت هست و در صفحه الان من کتاب رو اگه اجازه بفرمایید صفحه 167 شروع میشه این روایت و ادامهش میاد تا صفحه 168. دقیقاً همین قصه‌ای که آمده است و عثمان بن حنیف واسطه شده است و بعد هم موفق شده و حاجت گرفته از قبر پیامبر. این یک کتاب. حالا میفرمایید کتاب دیگری رو خدمتتون تقدیم کنم. باز بیایید از مولوی عبدالحمید مجموع الفتاوا، باز دوباره برای همین قضیه ببینید در صفحه 288 خب باز دوباره همین رو دارن و به علاوه ایشون میفرماید نزد سوال میکنن از فتاوی که استفتایی که میکنن، میگن این نزد کنید توسط به پیامبر و اولیا، همین مورد زنده نیستن، 124,000 پیامبر رو ما نذر میکنیم، دوستان دراشون میکشیم و بسم الله میگیم الله اکبر میگیم، بعد میخوایم حاجت بگیریم. ایشون میفرماید توسل جستن در دعا شرافت و دوستی بزرگان اگر به این نیت باشه است که ای خدا به فضل و صلاحیت این شخص و به اینکه این شخص نزد شما محبوب است من معتقد هستم و بنابر محبتی که با اون دارید من رحمت دارم میخواهم، این نوع وسیله جایز است. وسیله به 124,000 پیامبر که همه هم مردن، این در کتاب مجموع الفتاوای مولوی عبدالحمید هست. در حال من فکر میکنم یک ایران است و یک مولوی عبدالحمید و اگر خدا اینا کرده ما بخواهیم در توسط شما
به این بزرگوار نسبت به ناروا بگیم اینها باز ضعیف است و دروغ است و ناروا، خب کم مهری کردیم به این عزیز و عالم بزرگ. باز من میخواهم کتاب دیگه رو اگر محبت کنید باز نشون بدید، احسن المقصود توحید المعبود. این باز دوباره ترجمه مولانا محمد یوسف حسین پوری که الان بالاخره بزرگی است، مدرسه فراوانی دارد و تشکیلاتی. باز ایشون میبینیم که تأکید دارن بر این و مستند میان توسل جستن به پیغمبر. وقتتون تمام شد دکتر خزعلی. دکتر، یک مطلبی حضرت عالی میفرمایید که ما تصویر را نشان بدیم از اون جایی که سیستم در اختیار خودتون و دوستان فنی اتاق سرای قلم قرار گرفته و قرار شده از اون طرف، حالا این درخواستی بودی که حالا از طرف خودتون صورت گرفته، کتاب ها خودتون نشون میدی تصویر کتاب ها. به همین دلیل بنده هیچ نسخه از کتاب هایی که ارسال فرمودی دریافت نکردم و قرار بوده خود حضرت عالی ارائه بدید. این رو به جهت اطلاع بینندگان عزیز ارائه میدم که یه وقت بینندگان عزیز فکر نکنن بنده شخصا اون رو ارائه نمیدم. از سیستم کنترل در اختیار دکتر خزعلی قرار گرفته و خودشون هستن که هر تصویر کتابی که خواستن میتونن ارائه بدن. مطلب فرمودید که پس شما فرمودید وهابیت میگوید هر توسلی شرک است. تصحیح فرمودید به این که نه، گفته در کشف و شبهات هر کسی به پیامبران توسل کند شرک است. قضیه دو تاست دکتر. هیچ ببینید توسل شرک نیست. توسل من باب خود لفظ توسل و وسیله چیز مشروعی است. ببینید حضرت علی ابن ابی طالب در خطبه 110 نهج البلاغه توسل را به ما مسلمانان یاد داده. تصویر رو اتفاقا زوم کنید. در نهج البلاغه خطبه 110 نهج البلاغه به این صورت هست: ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله. بهترین توسلی که متوسلان به سوی الله متوسل می شوند در واقع و ایمان به الله، توسل مشروع، ایمان به الله. مثلا من میگم بار الها به ایمانم به تو متوسل می شوم، یا ایمان به رسولش و جهاد در راهش و فانه ذروة الاسلام و کلمة الاخلاص و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم شهر رمضان و حج البیت و صلة الارحام و صدقة السر و صدقة العلانیه. موارد عبادت را ذکر میکنه دریغ از توسل اولیاء و صالحین و انبیا و پدر و مادر و این جور چیزا و همسرش اصلا به اونها اشاره نمیکنه. این یک. مورد دوم در کتاب علل الشرائع، این چیز جالبی که بنده امروز پیدا کردم، برای تا به حال این روایت بسیار زیبا رو ندیدم دکتر. میگه که من این رو ارائه بدم با تصویر. میگه که به ابوالحسن علی ابن موسی رضا گفته شد که علت این که خداوند فرعون را غرق کرد با وجودی که لا اله الا الله گفت، آمنت بالذی آمنت به بنی اسرائیل گفت، علتش چی بود؟ میدونید دکتر خزعلی علتش چی بود؟ چه زیباست. امام علی ابن موسی رضا میگه چون اونجا فرعون گفت یا موسی اغثنی، خداوند به خاطر این استعانت، این روایت رو در علل الشرائع صفحه 59 و عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 76 میبینیم. میگه که چون گفت یا موسی اغثنی من اون رو عقاب کردم و اون رو غرق کردم. نشانی این که این عمل با وجودی که پیامبر بود، میگه این عمل نادرستی بود. این رو در کتاب تصویر رو به ما بدیم تقریبا در عیون اخبار رضا و علل الشرائع، در علل الشرائع جلد 1 صفحه 59 میگه که فاوحى الله عز وجل الیه یا موسی ما اغثت فرعون لانك، قبل از اون میگه که ولعلة اخرى اغرق الله عز وجل فرعون وهي انه استغاث بموسی، برای اینکه به موسی فریاد زد و گفت که لما ادرکه الغرق، صدا زد و از موسی کمک خواست. به همین خاطر خداوند عذاب برش نازل کرد، به خاطر اینکه از پیامبر خدا کمک خواست. این در کتاب علل الشرائع، از کتاب وهابیان نبود، از کتاب علل الشرائع بود دکتر عزیز. مطلب دیگری که فرمودید به اینکه مولوی عبدالحمید سربازی اینها گفتن بله ما اگر شیعه بودیم فرمایش شما درست، علما و مراجع تقلید و ائمه را معصوم میدونستیم، اونها اشتباه بر اونها وارد نبود. اما چون ما اهل سنت هستیم، جالب اینجاست که چنان در فکر آزادیم که همه انسان ها نزد ما برابرن بجز رسول الله. همون کلام امام مالک فرمودن کل یؤخذ من قولی و یرد الا صاحب هذا القبر، همه افراد سخنشان مورد اعتبار هست، گرفته میشه و رد میشه بجز صاحب این قبر. بفرمایید دکتر.
ببینید من ممنونم که با صراحت فرمودید که همه علمای اهل سنت ایران و پاکستان و هند و همه اینها با کتاب‌های معتبری که همه اینها در ذیل این کتاب‌ها تقریض‌های عجیبی رو شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، امام، همه اینها اشتباه کردن. خب این خیلی جالب است که همه اینها خطاکارن. این فرمایش شما رو به نیک می‌گیریم، ولی حجتی نداریم که من و شما الان درست میگوییم. شاید ما هم خطاکار باشیم. پس ما به بحث می‌پردازیم، ان شاءالله نتیجه رو دوستان عزیز مردم قضاوت می‌کنن. من میخوام بگم که به هر حال تا اینجا دیدیم که هر وسیله‌ای من دون الله، شما آیه‌ای که شروع کردید برای که نقل کنید یدعون من دون الله بود، یعنی هر کسی که بخواند غیر از خدا رو و دعا رو هم یدعونه رو هم در واقع نمیام نگاه کنیم که 8 معنا دارد. یکیش اسم است، همانی که مثلا ام البنین میگه لا تدعونی و که ام البنین، من بچه‌ام رو کشته شدم، من ام البنین نگید. این خواندن اسم است. یه جا صدا زدن است، مناداست، یه جا دعوت است. همه اینها رو شما نگاه میکنید، یه جا استغاثه است، یه جا عبادت است. اون جایی که شرک است اینی که غیر خدا رو عبادت کنید، خواندن به عنوان الوهیت، به عنوان عبودیت. اما اینکه ما بخوامیم برای کاری بنده از پدرم هم کمک میخوام، از بچه‌م هم کمک میخوام، بیا سر اینو بگیم میخوام بلندش کنیم، از پزشک کمک میخوام، بیا دکتر به دادم بریم. آیا شرکه؟ آیا دکتر قلبم گرفتم. امروز من در حال بسیار بدی بودم که قرار دیگه می‌خواستم بستری کنم بیمارستان، گفتم من میمونم تا این مناظره انجام بشه، چون وعده کردم قول دادم و الحمدلله با دارو رفت بوده استراحت هم کردیم. آیا کمک از پزشک خواستن شرکه؟ ما همه اینها رو می‌خوام بگیم. و یکی از اونها هم خداوند قواعد گذاشته. ما اگه دعوت می‌کنیم و می‌خواهیم از انبیا و اولیا و شهدا نگید در راه خدا کشته شدن، نه خیر، من و شما از شهدا هستیم. خداوند ما را شهید بر امت قرار داده. اگر در دین وسط باشیم، اگر در اعتدال وسط حرکت کنیم، ما شاهدیم. انبیا شاهدن، اولیا شاهدن، اوصیا شاهدن و اینها رو خداوند قرار داده برای اینکه اون موقع بهشون هم یه پوانی میده، میگه شما بیایید وسیله‌ای بشوید برای هدایت. یه موقعی من گناهکار اونقدر گناهکارم که روم نمیشم، من حرم، راه رو بر حسین بستم، روم نمیشه خودم برم، میگم عباس تو برو به کفار. اومده کفش ها هم به گردن آویخته، اومده بگه اشتباه کردم، غلط کردم. من گناهکار وقتی میخوام برم در خونه محبوبم، بهترین محبوبم که از رگ گردن به من نزدیک‌تره، اون موقع میگم که خب روم نمیشه برم. یه عزیزی که آبرومنده، یه واسطه مثل یک امام، مثل یک عابد، مثل یک زاهد، یک بار دیگه او رو میخواهد، او رو میطلبد از اون که یک بار دیگه بیا دادم، من فاصله گرفتم، من ارتباطم قطع شده. دست ارتباطم این است که ببینم از توسط یک عزیز، همینطور که مولوی محمد عمر سربازی و عبدالحمید می‌فرماید ما می‌خواهیم بدون به آبروی اینها، به حرمتی که به شما دارن، من روی بپذیرید، من گناهکارم. یک گناهکار میتونه از اونها شفاعت بخواهد و به سمت اونها بره، ولی اونها بین محمد بن عبدالوهاب دقیقاً دعوت و وسیله قرار دادن بین خود و خدا رو همه رو میگه کافر و مرتد و میگه حلال ما رو دمشون. این دیگه در کتب او هست. و اینکه بخوایم من حتی میگم شما بگید که هم 300 میلیون رو ما طلبکار هستیم البته در بحث قبلی، ولی من فکر می‌کنم بیاییم با هم دیگه بریم مثلا که در عمل این اتفاق افتاده، حتی اجازه ندادن قبرها رو خراب کردن، اجازه ندادن برن زیارت کنن و متوسل بشن. و متشکرم دکتر. از جایزی میگیرم چون بحث پول خیلی مهم هست، بالاخره نفع و ضرر هست. من لطفا تایمر رو باز کنید خانم. طبعا من 300 میلیون رو خواهم داد، همون شرطی که اعلام کردم و بازم تکرار میکنم به این که ندارم اما قرض و دین میگیرم و تقدیم خواهم کرد. یک جمله از کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب که نقل قول نباشه و با قرآن در تضاد باشه. شما نقل قول میارید، خب جواب سوال نیست. حالا شاید برای شما جواب درست باشه اما برای بنده این قابل قبول نیست. دکتر مطرح فرمودید بحث توسل به این که با عقل جور در میاد یا نمیاد. ببینید دکتر، و فرمودید پزشک و علاج و اینها، طبعا بحث دین یه قانون خداست. یعنی من نمیتونم
دین رو از سر خود بسازم و قانون بسازم. اگر اینطور باشه خب بودایی هم میگن که ما متوسل میشیم به این حالا بوتی که دارن، هندوها هم میگن ما متوسل به این میشیم. قبل از اون مشرکین مکی میگفتن که ما که اینها رو عبادت نمی کنیم، لات انسان صالحی بود نزد خدا جایگاه داره، اینم وسیله هست. مسیحیان هم میگن ما به حضرت عیسی متوسل میشیم و یهودیان هم میگن ما به حضرت موسی و حضرت عزیر و غیره متوسل میشیم. پس در این هیچ کدوم از اینها در واقع حرف نادرستی اگر این درست باشه نمیزنن در حالی که این قضیه اشتباهه، زیرا توسل بحث دین دکتر مثل قانون اساسیه. ما نمیتونیم از قانون اساسی یک بند که وجود داره برداشت های دیگری کنیم و بیایم خارج از اون بند مطالب دیگر و مسائل دیگری رو ارائه بدیم. به همین خاطر بحث در واقع توسل بحث دین هست. بحث حضرت حسین جالب اینجاست که حضرت حسین در صحرای کربلا به هیچ کسی متوسل نشد و حضرت حسین فقط اونجا یا الله صدا زد در صحرای کربلا. حضرت علی روایت و اثری است که به حضرت علی نسبت داده میشه که حالا در مورد سندش قیل قال های زیادی است. زمانی که او را به شهادت رسوندن فرمود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه که رستگار شدم. خب حضرت علی میتونست اونجا یا زهرا بگه یا رسول الله اغثنی و مدد بگه. به هیچ عنوان دکتر خزعلی وجود نداره، نه حضرت علی، نه حضرت حسن، نه حضرت حسین، نه حضرت زهرا. چه ببین زین العابدین چقدر زیباست در صحیفه سجادیه وقتی میفرماید که لا وسیلة لنا الا الیک. تصویر اتاق فرمان بدین. در صحیفه سجادیه میفرماید در امام زین العابدین حضرت سجاد در صفحه 411 دعای 188 چی میگه؟ ولا وسیلة لنا، اینو زوم کنید. بله ممنونم. ولا وسیلة لنا الیک الا انت، ای خدایا ما هیچ وسیله‌ای نداریم به سوی تو مگر خودت خدایا. خب وقتی میبینیم امامان بزرگوار این گونه الله را عبادت، حضرت علی در خطبه 110 و 109 نهج البلاغه به این متکلم مطابق فرمان 110 و 109 نهج البلاغه این میگه، حضرت علی به فرزندش حسن چه زیبا میگه که ای حسن بدان که کسی که در نهج البلاغه آدرس دقیق هم خدمت شما ارائه بدم، وصیت 31 از کتاب باب المختار من کتب امیر المؤمنین علیه السلام و رسائل الی اعدائه و امراء بلاده که در واقع در نهج البلاغه است. می‌نویسه ای فرزندم بدان که کسی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست به تو اجازه دعا داده و امور اجابت دعا را به خودش واگذار کرده و به تو دستور داده که ازش بخواهی تا عطا کنه و ازش درخواست رحمت کنی تا تو را مورد رحمت قرار بده و بین تو و خودش کسی قرار نداده که مانعی بشه. ولم یلجئک الی من یشفع لک الیه، تو رو به سوی کسی واگذار نکرده که دست به دامن او بشی. این حضرت علی داره به حضرت حسن میگه دکتر خزعلی. بحث در صحیفه سجادی حضرت زین العابدین چه زیبا میگه، ولا بالتضرع الى من دونك اذا رهبت فاستحق بذلك خذلانك. وقت من به پایان رسید دکتر بفرمایید. دکتر این 4 دقیقه آخر شما خواهد بود، بعد از اون من 2 دقیقه صحبت خواهم کرد و 2 دقیقه پایان حضرت علی ارائه خواهید داد. از خدمتتون که اولا که شما به هر حال اگر سلفی بگویید هست این تفکر بالاخره سلف صالح بودن، این دو روایت گفتن و متقن هم هست. همه علمای اهل سنت آوردن بلال بن ثابت و عثمان بن حنیف رو این رد کردن سلف صالح هست و من فکر می‌کنم که مقبول مذاهب اربعه اهل سنت نباشه. این که فرمودید که نگفتن کسی دیگر رو بخوانید، من میخوام این کتاب معارف القرآن دانشمند و عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی بذارید در ذیل آیه 64 سوره نساء ببینید اینها چه فرمودن. که هم از امیر مومنان هست، خلیفه 4 اهل سنت، که داره میگه که در ذیل آیه و حق تعالی میفرماید نص صریحه که بروید برای منافقین که میخوان توبه کنن بروید نزد پیامبر. هیچ جا گفته نشد قرآن که گفته که جاءو که بیان نزد پیامبر فاستغفر الله، استغفار کنن در نزد پیامبر و استغفر لهم، تو برای اونها طلب مغفرت کنی. توی پیامبر مگه غیر از اونه؟ و استغفر لهم الرسول، میگه خدا برای اونها خودشون دوون ندارن، خودشون استغفار کردن. اولا چرا بیان پیش پیامبر؟ ثانیاً به شرطی
پیامبر برای اونها طلب مغفرت کند لوجد الله توابا رحیما. اون موقع این در کتاب بزرگ اهل سنت در شأن نزول هم آمده است و ادامه‌اش هم هست. صفحه‌اش هم من خدمتتون میگم. کتاب را اگه نشون بدین صفحه 38 از کتاب معارف القرآن که باز اینم ترجمه مولانا محمد یوسف حسین پور سراغان هست که نفر دوم ایران بعد از مولوی عبدالحمید. فکر می‌کنم مطالب زیاد داریم، اما مطلبی که فرمودید راجع به محمد بن عبدالوهاب در مجموعه تألیفات محمد بن عبدالوهاب تأکید داره با تعیین این جمله در صفحه 6 147 213 227 232 و 242 من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم. یعنی هم کافره، هم مرتد، هم مال و خونش حلاله. این مال مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب. این خب دیگه مجموعی که خود وهابی‌ها جمع کردن، تمام تألیفات رو جمع کردن و این صفحات دقیقاً داره میگه هر کسی وسائطی بین خودش و خدا هم وسائط زیاد داریم و همه ما من و شما همه مذاهب اربعه و شیعه همه با هم مشترکن به تعبیر محمد بن عبدالوهاب. این که فرمودید فرعون خدا چرا غرق کرد؟ اساساً ما معتقدیم به این بحث چون فهمیدیم وقت کمه، شفاعت باید اول خدا رو قبول داشته باشی که خدا شفاعت رو بپذیره. تو اصلا شفاعت رو قبول داشته باشی. فرعونی که منکر خداست میخواد تازه به پیامبر خدا استغاثه کنه که قبول نمیشه. اول باید خدا رو قبول داشته باشی. ببینید خداوند میگه یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان رو میبخشه الا شرک. چرا خدا شرک رو نمیپذیره؟ برای اینکه مشرک در خونه خدا رو نزده، نرفته از او بخواد چیزی، رفته در خونه همسایه رو زده. خونه همسایه شعله نمیدن، اونجا که شعله میدادن باید در بزنی. من میگم اینجا شعله میدن، تو خونه سر کوچه رو زدی، جواب نمیده. مشرک در خونه دیگه رو زده. فرعون در خونه دیگه خدا رو قبول نداشته که پیامبر خدا رو قبول داشته باشه. حالا داره غرق میشه. نه خیر، در جای دیگه حق تعالی میفرماد وقتی که میگه ابراهیم خواست مجادله کنه با فرشتگان که اومدن برای اینکه برای قوم طلب مغفرت کنه. خدا میگه حکم صادر شد، دیگه تلاش نکن و اون حکم باید عذاب نازل بشه. در واقع محکومه داره. متشکرم دکتر، وقتتون تموم شد. 2 دقیقه من صحبت خواهم کرد و 2 دقیقه پایان بخش برنامه حضرت عالی ارائه خواهد داد. بحث من از آخر شروع میکنم. بحث ارائه دادید به کتاب محمد عبدالوهاب که گفته من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم. عذر میخوام دکتر، کاش قبل از اون ارائه میدادید. میدانید قبل از اون چیه؟ قبل از اون محمد بن عبدالوهاب داره نقل میکنه که در کتاب اقناع این رو آورده. تصویر اتاق فرمان ما بدید. و اما کلام اهل العلم، البته من دکتر به شما حق میدم باز هم، اما کلام اهل العلم فقط ذکر فی الاقناع. اقناع یکی از کتب فقهی حنابلة است. فی باب حکم المرتد، در باب حکم مرتد آورده است که اجماع مذاهب، یعنی داره نقل میکنه از کتاب اقناع در باب حکم مرتد که ایشون آورده اجماع المذاهب کلهم على ان من جعل بینه و بین الله وسائط. نقل داره میکنه از اون و نه اینکه این خودش رو ارائه داده باشه به عنوان ایده خودش. این یک دکتر. موضوع دوم، متشکرم دکتر خانم، بحث عثمان ابن حنیف. من عثمان ابن حنیف رفتم و این عثمان ابن حنیف رو حدیثش رو دیدم. در این حدیث عثمان ابن حنیف دکتر به هیچ عنوان توسل به قبر پیامبر نیست، توسل به ذات پیامبر نیست، توسل به جاه پیامبره. توسل به تصویر رو بدون تخفرمان میگه که حدیث عثمان ابن حنیف هست که میگه ان شئت دعوت لك و ان شئت اخرت ذاک فهو خیر لك. اگر خواستی دعات میکنم، من که خواستی دعات رو به تأخیر میندازم. میگه گفت این رو بگو اللهم نسألك و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه. به جاه پیامبر توسل جست. توسل به جاه پیامبر شرک نیست دکتر و هیچ کسی تا به حال نگفته شرکه و دعای توسل به دعای انسان صالح هم اشکال نداره. اما حدیث آیه استغفر لهم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، این 4 تا شرط برای توسل است که در این آیه وجود داره. انسان حی باید باشه، حاضر باشه، توانا باشه، سببی اسباب باشه که در این آیه وجود داره و منافقین هم بودن که نزد رسول خدا عذرخواهی بکنن. خداوند
رسول الله درخواست استغفار برای اونها خواهد کرد و خداوند نیز گناه اونها رو میبخشه. 2 دقیقه من به پایان رسید. دکتر مهدی خزعلی 2 دقیقه پایان بخش برنامه فرمایشات حضرت عالی خواهد بود. البته در مورد منافقین آیه داریم که فرمود حالا که اگر طلب استغفار کنی یا نکنی فرقی نمیکنه، اونها بخشیده نمیشن. در جای دیگه میگه اگه 70 بار هم طلب استغفار کنی منافقین بخشیده میشن. از نظر فقه ما باید کافر و مرتد و مشرک و منافق و ظالم مشمول شفاعت واقع نمیشن. اما اینی که فرمودید بله محمد بن عبدالوهاب افترا زده به مذاهب اربعه به خاطر اجماع مذاهب است، در صورتی که تمام مذاهب میگن نه این نیست، ولی اینو تو خواسته جا بندازه. اتفاقا در ذیل همین جمله قبلشون شما خوب شد خوندید داره میگه اجماع از کدام اجماع؟ از ما این همه عالم آوردیم که قبول ندارن. این اجماع کجاست؟ که همه علمای مصر و عربستان و پاکستان و عراق و ایران و همه دارن میگن نخیر و ایشون میگه اجماع از اجماع افترا به بقیه مذاهب اتفاقا مطلب خودش رو با عنوان اینکه اجماع همه مذاهب داره میگه. اینم غلطه، یک افترا هم هست ضمن اینکه یک مطلب در واقع شرک رو به عنوان نسبت به افترا هم داده. اما آخرش اینی که شما میفرمایید از نظر من یک حکایت زیبا بگیم می‌کنیم، اونم که از نظر محمد بن عبدالوهاب موحدترین فرد من فکر میکنم به شرحی که ایشون میگوید شیطان است، چون جز بر خدا سجده نکرد و حاضر نشد حتی به امر خدا بر شیطان سجده کنه. و اون حکایت رو حتما شنیده اید که موسی وقتی که باز میگشت از کوه طور با شیطان بالاخره ملاقاتی داشت، گفتش که من از تو موحدترم، چون تو دعوت می‌کنی رفتی اونجا گفتی که خدای من خودتو نشون بده و در طور تجلی کرد و تو او رو دیدی. من فقط خدا رو سجده کردم و حاضر نشدم حتی به امر او آدم رو سجده کنم. این توحیدی که شیطانی باشه، شیطان پرستی به همین. متشکرم دکتر خزعلی. 2 دقیقه به پایان رسید. متشکرم دکتر مهدی خزعلی. چون قرار بر این بود که 2 دقیقه پایان حضرت علی صحبت کنید، بنده صحبتی نخواهم کرد. از اینکه شاهد این مناظره قسمت سوم بودید متشکرم. تا قسمت دیگر الله یار و نگهدارتون.